گورکوی که در قبرستان خوابش برده بود و بینید که با این گورکو چه معجزه صادر شد و این معجزه بر همه شخصانی که بینماز هستند خیلی مهم است. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه قربانی عمر. دوستان، پیش از خلاصه برآوردن تا آخر خوب گوش کنید، بعدا فکرهای خود را حتما نویسید. شخصی در طول سالهای دراز قبر میکند و گورکویی میکرد. در جریان قبر کندنش قبر آدمی با نماز را هم کند و به نماز را هم کند، زن و مرد را و همچنین از خرد تا بزرگ را هم میکند. حالتهایی بود که از قبر استخوانها را به دیگر قبر میگذراند و هر گونه انسانها را میدید. خود به خود میگفت نمازخوان را هم دفن کردم، به نماز را هم دیدم، اما یگان معجزه نمیبینم. در نمازخانه ها هم و در بینمازها هم برای از آدمان شرم کردن هر وقت با نماز جمعه میبرآمد. خودش یک مرد فاسق و بینماز بود. روزی به خود میگفت شاید آدمان من را گوید که قبر میکند و هر گونه معجزه ها را میبیند. میگفتند اما من تا حال یگان معجزه ندیدم. چقدر شخصانی نمازخوان را دفن کردم، به نماز را هم دفن کردم، همش و یک استخوان و خاک آلوده شده رفته ایستاده اند. همین طور هیچ گونه خوبی را هم بدی را هم ندیدم، گفته از فکر زیاد چشمش به خواب رفت و همان لحظه خواب دید. در خوابش آدمانی که در یک جا همه جمع شده ایستاده بودند و این گورکو را فریاد کرده ایستادند. ای مرد فلانی گورکو، به این طرف بیا. می گفتند این مرد هم رفته است. نفری از آنها گفته است من را شناختی؟ گورکو باشد نه، نشناختم. از بین آدمان بعضی هایش شناس بودند و بعضی آنها ناشناس. آنها گفتند همه ما تو را می شناسیم، تو قبر ما را کنده ای، به نماز فاسق هستی تو. اکنون بگو ما را شناختی؟ گفته از این مرد می پرسیدند. در همین جا است، حاضر تو را فریاد می کنند، گفته بعداً این گورکو را فریاد کرد. ای فلانی گورکو، به این طرف بیا. گفته است در همین لحظه دو شخص آمده است و این گورکو را کشاله کنان برده است. با یک درد و عذاب گورکو را کشاله می کردند. در همین وقت می گوید این گورکو شخصانی را که در قبر گذاشته بود همش می گفتند که این را سخت‌تر کشید، سخت‌تر عذاب دهید، این فاسق است، به نماز است و این ما هم شهید هستیم. گفته داد می زدند. در بین اینها یک زن ایستاده بود و این زن و این مرد گورکو نگاه کرده من را شناختی؟ گفته است. گورکو باشد گفته است بله شما را شناختم. این زن میگوید پس بگو من کی هستم؟ گورکو جواب داد شما مادر من هستید، شما را میشناسم. گوید این زن در جواب گورکو گفته است که خوب من را که شناختی پسرم. گفته یک شپلاق زده است برایش و گفته است که تو کی نمازخوان میشوی؟ تو همین شخصانی را که در قبر مانده هر روز اینها به من میگویند پسری به نماز و فاسق تو بر ما قبر کند و ما را در قبر جا کرد و امروز باشد ما عذاب این کارش را چشیده ایستاده ایم. همین وقت گورکو زود از خوابش بیدار شده استغفرالله استغفرالله گفته به خود آمده است و گفته است معجزه همین است. من از امروز نماز را شروع میکنم. اگر نماز نخوانم شاید عذاب من بعد از مردن از این دیده بدتر خواهد شد. گفته می نویسد با الف. دوستان عزیز، قصه هرچند که قصه بافته هم باشد ولی فراموش نکنید که هر یک قصه به خود یک معنای خاص دارد. این دنیا به آن دنیا ما چی میبریم؟ تنها یک نماز، روزه، زکات، خیر و احسان و خوبی. پس اینها را فراموش نکنید و بعدا آخرت خود را آباد کنید چگونه که این دنیای خود را آباد کرده ایستاده ایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.